سلام بچه ها، اومدیم باغ ایرانی. چقدر قشنگه اینجا نه؟ اومدم با داداشم چالش بریم. داداشم حاطفه، اسمش حاطف. خب حاطف جان بیا داداش بیا. ببین ما واسه ما این اون تخم سگ نندازی ها. تخم بشو. آیا این این ها اینو میبینید؟ این که با پا باید برید. خب اگه بتونی 200 تا بری روی این 200 تا من بهت 100,000 تومان میدم. 100,000 تومان میدم. خب بیا سکن بگیرم. تعدادشو باید بشمونیم. 8 9 10 نشمرو 12 13 14 15 فکر کنم 200 کم بود. خودت بشمرو، من نمیتونم باید تعداد دقیقشو واسه من. درست ما داریم خرج میکنیم اینجا. ساعت آدم باش 2 لیتر الکل کلکی مصرف نکردی. این آدم رو خم شو بیا. اینو میبینی؟ منگوله داداش، منگوله. منم گله. درست برو، باید بهش بخوره ولی صدا نده. آدم باش. حالا از فاصله دور بگیریم. برو تخم سگ برو. اینو باید سانسور کنم. به نظرم 100 تومن زیاد. 50 تومن تخفیف. بعدن جبران میکنیم. تو هم برام این چالش بود. 50 صورتشو نگاه کنی بچه که داره قرمز میشه. 100 داخل بگیری اینجوری 180 1 2 3 4 180 300 تا برو 150 میدم. 300 تا برو 150 میدم. 14 15 اگه نتونی هم بری این 100 تومن هم بهت نمیدم. دیگه کاری نداریم، ما خرج میکنیم. باز استراحت نداریم. برو داریم خرج میکنیم اینجا. 201 202 داره فاش وارد میشه. از دستام دیگه نمیتونی کمک بگیری چون داریم خرج میکنیم. متاسفم ولی خب عجب آدمی هستی. از اونم نباید اینجوری بذار پشت گلم. 46 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 این 2 لیتر 2 کیلو شیشه زد. 271 272 اثرات کوکائین میکنه نمیکنه. 274 275 276 400 تا برو 200 تومن میدم. 400 تا برو 200 میدم. 289 290 291 292 293 من 150 میگیرم تمام. 292 300 تمام. 300 رو کامل نرفتی. رفتم 300 با 10 تا بری عقب دوباره همون 10 تای قبلی رو 290 بودی. 291 292 293 294 295 296 297 298 299 100 فکر کنم 297 هم یادم رفت. 100 کسکه. خب دیگه باید تقریبا 150 تومن بدیم
ورزش داره تهدیدم میکنه اگه ندارم. اینجا رو خدا صدا داخل ببین ویدیو. همینقدر تکونش میکنه اگه نده. داداش عیبه بچه ها که نمیبینن. کنار ورزش با اونا بچه های بزرگ خودشون میرن. آره. خب یه چالش دیگه بریم. چقدر میدی؟ خب اول ببینیم چالشی سختی آسون. چالش خوب بریم. اگه صورت خودت بگیر. خب ما تا چالش پیدا میکنیم خدا ها برید تبلیغات بازرگانی ببینید. تا تبلیغی بعد نه چی میگم بعد از یک تبلیغ بازرگانی دوباره برمیگردیم. بچه ها اینجا رو ببینید. قبل از اینکه چالش رو بریم این دوست عزیز رو معرفی کنیم. چقدر ناز اسمش پشمالوه. نازش کن اسمش پشمکه خیلی ناناجو. ببین پشمک. آره پشمکو گربه بیچاره. پشمکو فور پیش مامان بودو. حالا بیا چالش رو میخوایم بریم. خب همینجا وایسا. همینجا وایسا. خب ما اینجاییم. این دست خرا میبینید اینجاییم. خب ما هاتف برای اینکه 50 تومن بگیره، فقط 50 تومن باید از اینجا بدوه و منظورت 50 میلیونه. نه دیگه نگاه، هر دور 50 تومن، هر دور 50,000. پشمک برو پیش مامان. هر دور 50 تومن، یعنی اگه 10 دورم بری میشه 1 تومن. نه چند میشه؟ 500 تومن. خب حالا یک یه لحظه این دوربین رو برگردونم، ببخشید. خب 1 2 3. ما که دنبالش نمیریم، داریم خرج میکنیم، دیده نمیشه. ولی خب من اینجا یک کم میرم، ببخشید دوربین کیفیتش پایینه، کلا 10 تومن خریدیمش. تا الان باید میرسید، شاید هم طول میکشه. اونش نیومد. چرا نمیاد؟ بیا دیگه. نکنه فکر کرده کل پارکو باید بدوه. خب نقشه عوض شد. یه لحظه برگرد. داداش ما ریده. میگم داداشم 1 کیلو شیشه مصرف کرده متاسفانه. الان داره دور کل پارکو میگرده، هنوز نرسیده. نگاه کنید هنوز نرسیده. باید از اینجا میومد، از اینجا اینجوری میومد بیا بغلم. نیومد. هنوز هم داری این مسیر نگاه میکنید نمیاد. نمیاد. خب دیگه مزق خر یعنی یه پیام‌های بازرگانی دیگه ببینید تا داداشم بیاد دیگه. چیکار بچه اومد داره میاد. بودو بیا. خب باید یه چیزی رو بگم داداشی. بهت گفتم دور این پارکو بدو. نه منظورم دور همین بخش بازی. تو رفتی کل پارکو دویدی. به خدا بچه ها بگم عجیبه. مثل سگ از اونجا اومدی. من گفتم همین الان یه دور میزنی دوباره برمیگردی اینجا، بعد اینجوری رفتی اونور. گفتم الان میای ولی نیومدی. الان حدوداً 15 دقیقه گذشته بعد اومدی. 15 دقیقه بعد از اینکه گفتم تبلیغات بازرگانی اومدی. چیکار کنیم داداش؟ مبلغو چقدر میبری بالا؟ مبلغو چقدر میبری بالا؟ چون زیادی رفتی. آره دیگه واقعی. همین 35 میلیون کافیه دیگه. داداش 35 میلیون رو از کجا می‌گیری؟
یه لحظه اجازه بدین. ولی در واقعیت خب حلش کردیم، یه پس کردنی اونو زدیم گفت 100 تومن مگه نه؟ در گم می‌خوره. آقا دیگه 35 میلیون از کجا این دوربین 10 میلیونه 10 میلیونه این باشه اونو قبول میکنم تو چالش دیگه میرم حتی خرج شکلات و اینا میشه دیگه. شکلات اینا مگه 1 تومن من خرج شکلاته؟ آره میگم این انرژی داره. شکلات با اینکه این اولین ویدیومونه عشق کردین نگاه من نه فکرش عشق خیلی کردین. خوشمزه. من یه چنل یوتیوب قبلا داشتم اونو پروندن به خاطر یه فوش کلن پسته شد. و تا ویدیو دیگر بدرود.